توی سایت هوش مصنوعی دیدم که یه عکس ساده بهش بدین یه عکس خفن بهتون میده. بریم ببینیم میشه. میریم تو سایت رانوی، یه ثبت نام کوچیک انجام میدیم، گوگل اکانتمون رو میزنیم، ثبت میکنیم تا سایت باز بشه. قسمت ایمیج تو ایمیج عکسمون رو اینجا آپلود میکنیم، ثبت میکنیم تا آپلود بشه. تو این قسمت اون اطلاعاتی که میخوایم روی عکسمون انجام بشه رو تایپ میکنیم. از قسمت استایل یه استایل رو برش انتخاب میکنیم. من استایل کارتون رو برش انتخاب میکنم. حالا جنریت رو میزنم، ثبت میکنم تا عکس رو بهم تحویل بده. اینو داد به من. حالا خیلی خفن نشد ولی تغییر کرد. البته میتونید اینجا استایلش رو دوباره عوض بکنید، یه استایل دیگه بذارید. من میذارم تیردی رنده جنریت. خیلی جذاب نشد، قبلی فکر کنم بهتر بود. یه استایل دیگه هم انتخاب بکنیم. تیردی کارتون رو میزنم این دفعه جنریت. اینم از این. حالا شاید هم باید تو توضیحات بهتری بدم. شما هم امتحان بکنید.